در سایت‌های اجتماعی اینترنت درباره واقعه‌های خارق شنوده و تشویش انداختیم، زیرا امروز در جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادکاری سازندگی پیشرفته ایستاده است و مردم در آسایشتگی آرامی زندگی کرده ایستاده است و امروز در خود کوه بدخشان هم بسیار کارهای آبادانی، کارهای بنیادکاری رفته ایستاده است و امروز مردم بدخشان خیلی در روحیه بلند زندگی کرده ایستاده است. لیکن بعضی حالت‌هایی که امروز در سایت‌های گوناگون نشر شده ایستاده است دیده ایستاده در حیرت میمانیم، زیرا امروز با شکرگزاری به تنج آرامی و آسایشتگی جمهوری تاجیکستان ما پیگیری کنیم، زیرا این روزها رسیده آمدن خیلی مشکل بود. ما روزهای سخت سنگین سالهای 91 و 92 رو از سر گذراندیم و امروز به این دور انکشاف، دور ترقیات رسیده آمدیم و که امروز مردمی که یک گروه مردمی که نسبت به حکومت اعتراضهای هر خیلی بیان کرده ایستاده است، این کار خوب نیست.